ببین کار خوبه خدا درست کنه، سلطان محمود خرکیه. داستانش رو شنیدی؟ بذار تعریف کنم. کنار دربار سلطان محمود همیشه 2 گدا میشستن. یکی از این گدا خیلی چاپلوس بود و هر وقت شاه رد میشد میگفت چه شاهی، چه جمالی، چه جبروتی، خدا شما رو برای ما نگه داره. اون یکی گدا ساکت میشست. پادشاه به این گدایی که ازش تعریف میکرد قطعا سکه میداد. وقتی که رد میشدن پادشاه میرفت، این گدا چاپلوسه به اون گدا ساکته میگفت بابا مگه خدا به تو زبون نداده، حرف بزن، پادشاه داره سکه میده، تو چرا ازش تعریف نمیکنی که به تو هم سکه بده؟ این گدای ساکت در جواب به دوستش میگفت ببین کار خوب خدا درست کنه، سلطان محمود خرکیه. خلاصه این جمله به گوش پادشاه میرسه که سلطان این 2 گدای دم در رو میبینیم؟ سلطان گفت آره میبینم، یکیشون خیلی خوب از ما تعریف میکنه و یکی همیشه ساکته. بعد گفتن آره اونی که ساکته وقتی شما میای به این سکه بدی زیر لب میگه کار خوب خدا درست کنه، سلطان محمود خرکیه. این هم میگه سلطان محمود خرکیه. خب دارم براش دستور میده که برید یه مرغ چاق و چله رو بریون کنید، اون الماسه هست خیلی گرونه خیلی قشنگم هست، اونم تو شکمش بذارید، به این گدای چاپلوس هدیه بدید تا اون دوستش درس عبرت بگیره که سلطان محمود چه کارها میتونه بکنه. دستور انجام میشه، میرن این مرغ بریون شده رو به این گدا میدن و اما از قضا قبل از اینکه این مرغ بریون برسه وزیر یه بوقلمو به این داده بود و این سیر اون موقع هم یخچال که نبود، باید یه کاری میکردی مرغ رو. به دوستش میگه ببین امروز چند تا سکه کار کردی؟ گفت 3 تا. گفت اوکی 3 تا رو بده به من، این مرغ رو بگیر. گفت نه زرنگی تو نمیدونی با این چیکار کنی، من 3 تا سکه بدم. نه این خبرا نیست. گفت باشه یه دونه سکه بده. گفت یه دونه سکه هم بهت نمیدن. گفت باشه بیا، اصلا انگار امشب قسمت و روزی تو این مرغ بوده. لقمه اولو که میخوره چشمش به الماس میفته، یواشکی میذاره تو جیبش، به دوستش میگه رفیق مرسی به خاطر این غذا، اما شاید من دیگه از فردا نباشم، اما یادت نره کار خوب خدا درست کنه، سلطان محمود خرکیه. فردا میشه و سلطان محمود که از دربار میاد بیرون میبینه این گدا هنوز اینجا نشسته. میگه تو برچی اینجا نشستی؟ ما دیشب به تو الماس دادیم، ما به تو چیزی دادیم که تو چند نسل بعد تو آسایش و آرامش زندگی میکنن، چرا اینجایی؟ بعد میگه که پادشاه من چیزی خبر ندارم. میگه اون مرغی که دیشب بهت دادیم کو؟ میگه من این مرغو دادم به دوستم. عصبانی میشه، میگه بیاییدش تو. میارنش تو، میبندنش و شروع میکنن به کتک زدن. میگه راستشو بگو، اون دوستت چی گفت؟ اون گدای چی گفت؟ گفت یه لقمه خورد از غذا، گفت شاید من دیگه فردا اینجا نباشم، اما کار خوب خدا درست کنه، سلطان محمود خرکیه. بقیه‌شو جرئت نکرد بگه. سلطان محمودم تا جایی که این میتونست کتکش بزنه کتکش زد و گفت بگو کار خوب خدا درست کنه، سلطان محمود خرکیه. حالا دوستای خوب من، این حکایت زندگی ماست که خیلی وقتا خیلی آدم‌ها رو تو زندگیمون نگه می‌داریم برای اینکه یه روزی به دردمون بخورن. خیلی وقتا پناه میبریم به کسی غیر از خودمون، به کسی غیر از خدا، برای اینکه حال خوب بهمون بده، اما واقعا اینا همه اشتباهه، اینا همه دروغه. هیچ عشقی بالاتر از عشق خدا نیست، همون خدایی که از رگ گردن به ما نزدیکتره، همون خدایی که عاشق ماست و من و تو رو به این دنیا دعوت کرده برای اینکه ما به عالی ترین چیزی که میتونیم برسیم. واقعا کار خوب خدا درست کن، از خودش بخوایم. من خیلی وقت دارم اینو تو زندگیم تمرین میکنم. وقتی تمام تلاشم این بود که از خودش بخوام، ایمانم محک خورد، ایمانم داره قوی تر میشه. بیایم تو هر قالب و تو هر سن و تو هر موقعیتی هستیم ایمانمون رو قوی تر کنیم. کار خوب خدا درست کنه، سلطان محمود خرکیه. حالا فهمیدید حکایت این داستان چیه؟